بعدی این برکه چی شد؟ خب بچه‌ها امروز یه سری خوراکی تند اینجا براتون داریم. قراره دهنمون سرویس شه. داشتم میگفتم یه سری خوراکی تند اینجا داریم که حالا به ترتیب از بولشت ترین، حالا شاید هم این باشه، تا تندترینش که این نودل ستونمونه هستش که باید ما امتحان کنیم ببینیم دهنمون بیشتر آکدوم میسوزه و در آخر 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 همه رو با هم دیگه قاطی میکنیم. تندترین خوراکی این نفر داوطلب میشه بخوره و کش خوبو میکنیم به صورتش بلا. خب برو بریم برای اولیش. برو بریم. اولی بولشت ترین بچه‌ها بچه‌ها اولین خوراکی رو از بینشون به نظرم اون که از همه تندتر نیست رو انتخاب کنیم. حاجی مسخره ترین. وای اینو بخوریم. اینو بخور. اینو بخوریم یا اینو بخور. خب اولی رو بخور بخوریم. باز شود دیده شود برکه هیچکی ندیده اصلا. این آیتم تو ایران اصلا نیست، هیچ کم تا حالا ندیدتش و ما می‌خوایم برای اولین بار در یوتیوب فارسی امتحانش کنیم. مثلا خواستید شما هم از این خوراکی امتحان کنید حتما از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید. مرسی. چی تو بخوریم دیگه. اسپانسر برنامه چی؟ خب آقا بفرما. علیزاده ای مثلثی بگم منشوی. داداش وایسا. داداش الان نباید بخور. گشنمه. واو. علی شبیه چیه؟ لجنش رسید به من. بیایید بچه. شبیه قلبه. سعی خوراکی رفت. چرز. وایسا. همه بزنید. من باید یک کلاس داشته باشیم. چرز. اوور ریاکت برم. بچه ها خیلی چیز بولشته خوبه دیگه. ازت تو نیست. نرماله یعنی حتی دفعات قبلش هم بهتر نیست. من این آیتم از گزینه ها هست. تو بهش از یک داداشم. من یک میدم چون این دوستا باید به تندیاش نمره بدیم. من زیاد بخوری. باید به تندیش داداشم میدی. آقا به ترتیب منفی یک. یک. دو. صفر. یک. بریم برای خب بچه ها آیتم بعدی من پیشنهاد میدم. آیتم بعدی اینو بخوریم. اینو بخور. نه اونو بخوریم. این بیشتر اسمش چیه؟ بچه ها چیت مزه چیپس چیلی از آقای چیلی وینی به چرخون بینی بچه ها قبلی تونیش یکم تو گلومه. این سولاخه. وایسا آقا من به تنده این هفت دیدم. چقدر بوی بدی داره. قشنگ بوی شیمیا. خب بچه ها آیتم بعدی بریم برای امتحانش. من قبل خودم اصلا توی کی؟ لوس آجی مزه کچاپ میده. اصلا مزه چیز کچاپ میده آجی. اینا چیزی شده کن یه ببین چون گلوم یه همه جوری کرد یه جور ببین بعد اینکه میخوری یکم تو گلو تندیش میپیچه و من خوشم تندیه این قبلیه واسه این اصلا نظر من یه تنگه میخوری بعد لبات بسوزه نه اینکه گلوت بسوزه. شاید این کم طرفداری ولی هاشو بخورم. اش تو چشام حل بزن. من به این از 10 2 میدم. اون قبلی تندتر بود ولی بازم بولشت بود. تو چند میدی؟ منم 2 میدم. تو چی؟ من به اون یکی 2 دادم ولی این چیز سر منم 2. همینم 2. این دونتر از من صفر. 2 من همه 2 من صفر. امتیازش آخر سر حساب میکنیم حالا. دروید فضاییه پرونده داره قوه قضاییه. خب بچه‌ها ما برگشتیم با آیتم بعدی. آیتم بعدی بچه‌ها کدومو بزنیم؟ بچه تا حالا خیلی توردیلا بزنیم آجی. آقای توردیلا برای شرکت توردیلا برای توردیلا. اینو من خوردم قبلا زیاد تونی ولی از اونو بزنم. آره توردیلا میدونی من این چیزی که مثلثی خیلی باحال حال میکنم خیلی. یه
یونیکسه برای چه چیزا میگی سکسی یعنی نخورید واقعا خوب نداره توی تون نمیده واقعا خب بو نمیده ولی باز بده ببین اینا من احساس می‌کنم اینا رو تعداد میسوزونه حاجی دونه ای نمیسوزونه ببین چی میگم آقا برو بریم ریال 4 2 3 اصلا دوزیه همه کچاپ میده اصلا تو نیست آقا توردیلا برای چیزی ساخته داده بیرون خب مالم مزه گفت معدوره اصلا این تو مزه بیسکویت میده حاجی مزه بیسکویت آقا نور خوش رو این گوشه از تونده مگه دیگه من نمیتونن نمره ها رو دیگه بچه‌ها اسکم شده آدم روش میشه گوجه فلفلی آموزه یه تونی؟ نه نظر بدید نظرتون سه همه از سه اون چی تحریم فوریه هم بدمزه توردیلا اون آقا کرانچی توردیلا از اون خیلی بهتر بود آقا توردیلا خیلی بده. کرانچی و دود چیتوس. و کرانچی چیتوس خب برو بریم بعدی برو بریم کشف کن بعدی آره بعدی کشف رو بزنیم اینا یه کشک تون میاد در چیزی که میگیم ازش همینه بعدم میشه وایستا یه دقیقه وایستا اصلا بهتره بچه‌ها کشکام با طعم چیلی با طعم پشمام 15 برابر پروتئین و 4 بیشتر برابر از شیر بیشتر از چیلی بس خب بریم آقای کشکام باز کن وای پشم اوه حاجی پشمام پشمام بو آششه مونده ببینم حاجی ببینم نه وایسا دم ندارم نخوری برو بیرون بوش خیلی بده بچه این بوش انگار ببین نعناه اون پشکن گوسفند فعل غذای تون خورده میده آفرین بو آه همه برداشتی؟ نه بابا یه لحظه اصلا دوست دارم بچه ها سایزش کوچیکه آقا. اذیت چی نکنید. میده؟ کوچولوی ولی به نام خدا خیلی چندشه بریم آقا فحاشی نکن اصلا ترشه ماجی آقا این آیتم هم بدمنظری این آیتم هم دینا خانم گرفت رید بدمنظری دم دوغ محلی میده اصلا ترشه ببین آب دهن تو دهنم یه لیوان جمع شد خوردمش نخرید حاجی ماما یه پشمام خوردم پشمام ریخی رو خورد چیز بود بد بود آیتم نه حالا رو چند تا بخوری شاید یه تکونی بده آره من خوردم این همه گلوم سوخت بچه خب میاد تو نمره چند رو بهش میدی؟ تو چی؟ تو چی؟ تو؟ من به تندیش 1 به طعمش 5 در آخر امتیاز نهایی به این چیه یک. کلا؟ تمام ببین منم بهش امتیاز مثلا 2 میدم این چیز عادیه خوشمزه است ببین من امتیازم برای چیتوز همه عوض دوغ ولی خب مونده نمیشه ولی این دو چیتوز اگه الان بهش واسه من بدم کرانچیو بهش 5 میدادم علی دمپایی از زیر میز تو چند میدی نمره؟ صفر خیلی صفر. مسخره خب بریم برای آیتم بعدی خب بچه‌ها وارد آیتم‌های خارجی شدیم اون بیل بیلک به نظر من مانی چنگ دمپایی رو داشتی من دوشنبه بازار بچه‌ها آیتم بعدی اینو بزنیم ببینیم چیه اسمش دینگ دونگه از من دینگ 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 دونگ دینگ دونگ از کیم جونگ اون گرفتی از ژاپن ای کرنچی بد خب بچه‌ها بالش خیلی خوبه قشنگ می‌تونی این به عنوان بالش استفاده کنی بالش یه دقیقه اجازه بده عزیز جان اینجا رو انفجار هیروشیما بچه باز نمیدونم آیتم دوزیه سمر باز شد باز شد شده گوزی میده آجی فکر نمی کنم این تون باشه بریز اون یه چیزی آیتمای خاص. فندوق انگار قد میده گنجش که همینطوری بریز غذا گربه چه؟ به نظر خوشمزه میاد آره مگه اینم تنده آره روش نوشته sweet and spicy fucking shit تو چی سپایی؟ آقا برو بالا 3 چرا غذا گنجیش میمونه آقا این شیرینه بعد تو میشه
بعد تون میشه وایسا اصلا تون نشد. بذار تو دهنت بمونه. یه کوچولو زبون تو. اوه آها به خاطر اینه نام کنی. او آیتم نخود برنگی اونه حالا نه چرا؟ نخود هستم. سلامتی آقا نخود. هر کی بقید سلامتی آقا نخود. یکم زبونو میسون. من میگم اینا گلو رو میسونی آره. بیا بریزیم. خوشمزه. نه نمیخوام. میدید بزن حلاله بزن. آره خوشمزه. نه دزدیه چرا خوشمزه؟ اصلا تون نمو. اینا دزدیه ولی خیلی- طعمش خوبه آجی. یه چیز جدید نخورده خیلی بودم. شیرینه ولی یه ببین. کوچولو گلولو. یه چیزایی هست تو سوپرمارکت ها بسته‌های اینجوری هست. چیه اونا شاید یونولیته بعد میریزی میخوری گندمک چیه اونا بابا مثل اوناست ولی تند اینه کانفلکس کنه آره آره. آفرین مثل اوناست ولی تند این چوپافه میخوری تونی بعد مثلا 10 ثانیه طعمش اول که میخوری شیرینه ولی بعدش زبون و جلسه. من به این نمره 5 میدم دوستان اگه یک زن منم 5 تو چند میدی بهش نمره من مرسی 5 من 2 تو اصلا چند شیرین میدی بود واقعا اصلا فقط شیرین بود صرف. تو چند میدی شیرین بود باش حال می‌کردم ولی 4 بهش میدم چهار. تونیش نمیدم خب بچه‌ها بریم من آیتم بعدی آیتم بعدی آقا فینگر بریم. بهنام مالی گلوریا مامانه بهنامه گلوریا بغل دو تا لطفا مامان بهنام بچه ها وایسا خورد ای سرشانو بخورن سرشون هم بخواه ریده بودن داشته باش نخوری با هم آره بنداز بش آه یکی دیگه هم به من بده. برعکس احساس اردک میشه سان بیا بیا. شت همونو بردارم. خب ریدی تو اوه دیگه تنده. واسه من اینو بردارم. اینو بردار نباید نخور آی. نخوری ها نخوری ها نشه آجی بگم قبل برنامه چیزی نخورده بود داداش من دارم با اون من صحبت میکنم بابا وایسا بچه این تنده. یه دونه بچه ها بردار. 20 سالی شد من لبم داره میسوزه گذاشتم. بریم 1 2 آقا برو بریم آجی خوبه خدایی این تندیش میزانه لذیذه اون قشنگ رو تعداد سرویس میکنه آجی اوه اون قشنگ الان نوک زبونم داره همچین آره نوک زبون دیدین اشفه نگه همچین داره همچین میشه نوک زبون ولی ولی یه دونه نمی‌سوزه. من به نمره 6 میدم آجی خدایی لیاقتشو داره واقعا الان آب میخوام. قبلی 4-5 رو میگیری باطلا. چهار نمره شیش و نیم. نمره چهار. نمره به چهار. خوشمزدگیش 10 میدم به تونجش 2 میدم. در آخر نمره چنده به بهش؟ تونجش 2 میدم. 2 2 بچه خب بچه‌ها بریم برای آیتم بعدی خب بچه‌ها آیتم بعدی که از خفن ترین آیتم هاست آیتم برام فرستادم میدی یو اس ای یا خارج اومده دهن تو سرویس خدا چون این چیزای بلنده دیگه اینجا رو راه کن انگوشت من اینو خورد کنم میارم خب بچه‌ها آیتم بعدی رو قطع قطع کردیم با سر خیارا کی میخوره؟ بچه خیلی بی‌تربیت خب خیلی بی‌تربیت بردارید حاجی این یه مقدار گنده است من یه گاز کوچیک ازم بیا این بر تو اینم برای من اما نیازی شاید چه زنده بمونیم شب هم بازی شاید نرزو خب حاجی بسم الله. شاید امام زاده سال 3 2 سرکش داره زندگیمو سیاه میکنه نخوردی؟ نه اصلا اصلا نمیتونه حاجی مزه قره قروت تون میده باید بخوری آقا. بابا یه تکون میاری من امیدم فقط به اونه بقیه‌شون تون نیست حاجی بی‌شرف هم شد بازی تازه داره هارد میشه من موتورم قوی تو آر خب بچه‌ها امتیازی که قرار بدیم از اون طرف نیاز امتیاز چنده به امتیاز شده 3 میدم تو امتیاز چنده برسم من به تونجش 2 میدم. تو چی دینا من کلا خیار شروع تا حالا هم نخوردم بچه‌ها دینا از ترشی میترسه تو کامنت ها بنویسید به تندیش 10 میدم به مزداشم خیلی
جدی از ترشی میترسی؟ بعدم میاد نه ویدیوهای نه، بعدی منظورم اینه که میترسی یا بدت میاد مثلا من ترشی اینجا بگیرم میترسم آره بچه‌ها اگه این ویدیو یک ویو بخوره به دینا ترشی میدید بخوره من بهش به اذیت کنندگیش 7 میدم خیابون 5 تو چند میدی؟ نمیدونم من جالب بود 5 میدم مرسی منم بهش 7 میدم آجی لیاقتشو داره برو بریم برای آیتم بعدی بچه‌ها آیتم بعدی و آیتم آخرمون نه آخر بچه‌ها یک نودل تندترین ترین نودلی نودل که تو جهان. بازار هست و تندترین نودل جهانه میگم خب واکنش الیکو آجی داری بو غذا سگ به قرآن بو غذا خشک سگ میده ببینم من بو کردم سسش رو تا رسید آره سس تا آب سسش رو یه قطرش هم زیاده ما کلش رو ریختیم بوه بچه‌ها تو همین هنگ که داریم ما اینو هم میزنیم بخوریم شما این ویدیو سریع لایک کنید که ما قربونتون بریم آره. دیگه قربونتون بریم قربونت هر کی برم لایک مغز کنه. هفته اون ریخته بیریخ لایک بگیرم هر کی لایک کنه میام دایرکت هر کی یه چنگال بخوره خب بچه‌ها شروع کن داداش داداش به نظرم انتخاب اشتباهی داری میمیری آجی کم بخور میمیری بارو بالا بی‌شرف بارو در این حده بخورش بعدش بیشتر بزنش تو آبش گنده داره میریزه در سطح کلام گیر میخوری وای ریدی همون ریدی توش در سطح کلام گیر میخوری این برتر چی شد؟ وای بابا به این آثار باستانی وایسا بابا باید بخوری کجا؟ وای 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 آی اوه Run. بابا عدیه بخور در سطح کلام خیلی ها وای 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 نخوردی هنوز؟ نه نخوردی خوردم با آقای فیلمبردار رو یکی از دوستان با تست کرده بودیم خفه شو برسان من موندم بخور روششون باجی فوت کن تو دهنم چرا ریاکشنشون نداد ده لبام داره میسید من اون مزمزی که خوردم اش تو چشام بچه‌ها ولی کدوم این ببین لبامو دارم حس وای می‌کنم دقیقاً آره الان لبام سر شده بریم یکم میگم من خیلی کم یه وله ببینیم آبشو بخور اگه آبشو وای گرمم داره میکنه وای برو گم شو بابا خب بچه‌ها عینک از چشم در اومد حاجی این اجدا الان برینه و کونم گدازه در میاد به قرآن نفر آخر اگه جرأت داشته باشه صاحب این دلار آمریکا میشه و $50 میاد تو جیبش. یه استلفاق بچه اینجا داریم که اگه هر کی بخوره $50 رو صاحب میشه. و حالا کی این کارو میکنه؟ من داشت دسته بازی. من میخوام بکنم. تو مچلی این 50 رو آقا من میذارم اینجا بعدا نگید فیکه. $50 اینجا. دوستان بین شما کی میخواد بخورتش؟ این بخوره گوس پیش میشه تو نه؟ خب من تو خدا من میخورم تو میخوری. فل شما بخوریم ولی تو نخور من که نمیخورم. ولی خب بچه‌ها میخوام بخورم. آقا برو بریم. خب باش. حالا خب بچه‌ها نفر اول شما بخور. داداش مطمئنی از بابت اینکه بخوای این حجمشو بخوری؟ خب ریدم نرد همش دوستان با علیزاده خدافظی میکنیم. نفر بعدی آقای تورج هستن. آقا تورج بفرمایید. اصلا انگار بالا بردم تو دهنم برو بالا. آخه برو نفر بعدی ممنون.
خب داداش الان من یه سوالی برام پیش اومد. من الان $50 رو باید به کی بدم؟ برای کی ریاکشن نشون ندادن؟ همه ریاکشن نشون دادن. کل اینو تموم کنم یه چنگال اختصاصی بار برای خودم شیرین بود. تر شد. اصلا تون نبود قرآن. تون بود ولی مثل اون یکی نه. خود نودل خالی می‌خوری بهتر میشه. خب الان چون ما متأسفانه آب کانسپت خیلی کلا خوبی. اشتباه بود دوستان و خب نابود شد. میخوای همشو بخور و خب قسمت مهمش اینه که این $50 برای خودم میمونه. قربونتون برم. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. آیتم برنده ستون گنج از همه تونتر بود و خب 100% برنده اینه چون همه ما آشپزه. بچه‌ها الان اگر این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید رفقا، چون واقعا به کمکاتون احتیاج داریم و قربون همتون برم. فعلا خدافظ. خدافظ.